آقای دکتر اسحاق جواد با ما هستند، متخصص داخل قلب و رئیس انجمن اکوکاردیوگرافی افغانستان و در مورد رژیم غذایی بیماران قلبی امروز صحبت می‌کنند. سلام علیکم، صحبتان بخیر، خوش آمدید. من هم یک سلام گرم دارم خدمت تمام مردم عزیز افغانستان. سلامت باشین. آقای دکتر اسحاق جواد، میشه در ابتدا در رابطه با این صحبت بکنیم که آیا غذا نقش عمده یا مهمی داره در جلوگیری از امراض قلبی؟ خب اجازه بدین که یک سلام گرم داشته باشم بازم خدمت مردم عزیز افغانستان و یک موضوع هم پیش از او تصحیح بکنم که قرار بود جناب استاد واجد صدیقی رئیس انجمن اکوکاردیوگرافی افغانستان در برنامه بیان که به دلیل مشکلاتی که بود ما آمدم که من سکرتر ژنرال انجمن اکو هستم که تصحیح شود. میخوام از یک نکته آغاز بکنم و او این هست که به صورت مجموع 3 مرض در جهان بیشترین انسان ها را میکشه: امراض قلبی، سرطان و دیابت. و امروز بسیار جالب هست که در جهان طبابت به یک رمز پی بردن و یک کلید را پیدا کردن که میتونه از 3 مرض جلوگیری بکنه که امروز یک انقلاب در بخش صحت هست. من میخوام از یک نکته اشاره بکنم که مردم عزیز ما که پای تلویزیون ها شیشته هستن و از اونها خواهشم دارم که بحث با دقت تعقیب بکنن. به صورت مجموع ما در داخل بدن خود بر انسان وقتی که امی که زندگی میکنه یا حیات داره، در سیر امی میتابولیسم بدن ما یک سلسله مواد تولید میشه که اینا رو به نام رادیکال های آزاد میگن. اینمی رادیکال های آزاد هستند که اینا در مدار آخری خود اینا الکترون های دارن که اینا به شکل آزاد هست که اینا نیاز به یک الکترون دارن و از همون خاطر اینا به خاطر به دست آوردن از یک الکترون خود حمله میکنن به مولکول های دیگه، اونا را از هم جدا میکنن و اونا را هم به رادیکال های آزاد تبدیل میکنن و اینمی رادیکال های آزاد هستند که عامل ایجاد کننده سرطان، امراض قلبی، دیابت، التهاب مفاصل، حتی امراض چشم و اینا میشه. بسیار خوب دکتر صاحب، با همین مقدمه‌ای که شما بحث را آغاز کردین، چه خوب است که بریم یک بسته معلوماتی هم در این رابطه ببینیم و بعد از اون صحبت‌ها را ادامه بدیم. بسیار خوب. اصول کلی رژیم غذایی در بیماران قلبی از همان اصول تغذیه سالم در جمعیت عمومی پیروی می‌کند. رعایت رژیم غذایی می‌تواند علاوه بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، نقش مؤثر و مفید در درمان بیماری‌های قلب نیز داشته باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که ارتباط مستقیم میان رژیم غذایی و بیماری قلبی وجود دارد و با دریافت یک رژیم غذایی سالم می‌توان سلامتی قلب و دستگاه گردش خون را حفظ کرد. اساس رژیم غذایی بیماران قلبی مشابه به افراد سالم است. فقط کنترل مقدار چربی، نمک و شیرینی مصرفی بسیار ضروری است. استفاده زیاد از چربی‌های جامد یا اشباح مثل روغن جامد، روغن ناریال، روغن‌ها و مسکه‌های حیوانی، لبنیات پرچرب، کلاپاچه، دل جگر، پوست مرغ و قسمت‌های چرب گوشت مرغ، غذاهای چرب و معتبر در روغن مثل سرخ کردنی‌ها، شیرینی و کیک‌هایی که روغن زیاد در تهیه آن به کار رفته است، باعث افزایش چربی یا کلسترول بد خون یعنی LDL می شود. اگر این کلسترول بالا رود، به تدریج می تواند باعث تنگ شدن یا گرفتگی عروق، سکته قلبی یا سکته مغزی شود. خب دکتر صاحب، بسته معلوماتی رو دیدین، میتونید صحبت ها را ادامه بدین و همونطوری که گفتین علت مرگ ها را تا سال 2020 میگن شاید بیشتر میشه که حدود 66% هست بیماری های قلبی تشکیل بده و چقدر غذا نقش داره به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری های قلبی؟ بله، اول تا پیشتر مردم فهمیدن که رادیکال های آزاد یعنی فاجعه برای انسان و اینا. و بسیار جالب است، یکی از محققین اروپایی یک تحقیق بسیار جالب داره که من فقط یک جملهش میخوایم اینجا بگویم. در اونجا میگه که ما 100 تریلیون حجره که در بدن خود داریم، این 100 تریلیون حجره که در بدن ما هستن، در 24 ساعت هر حجره ما 10,000 مراتبه در برابر رادیکال های آزاد قرار میگیره و تا پای دار میره، ولی باز هم نجات پیدا میکنه و از مرگ حجره جلوگیری میشه. چطور از مرگ حجره جلوگیری میشه و چطور حجرات نمیمیرن؟ به خاطر مواد آنتی اکسیدانتی هست که ما و شما در غذا میگیریم. پس امروز وقتی رادیکال های آزاد شناختیم،
که باعث امراض قلبی میشن، باعث سرطان بله. میشن، باعث دیابت میشن، باعث التهاب مفاصل میشن. پس ضد از این چی هست؟ چی چیزایی میتونه این رادیکال های آزاد در بدن مهار بکنه و نگذاره که اینا تخریبات به بار بیارن و حجات از بین ببرن؟ موادی که در مواد غذایی وجود داره به نام آنتی اکسیدانت یاد میکنن. این آنتی اکسیدانت ها چی هستن؟ این آنتی اکسیدانت ها بسیار بسیار ساده هست. تمام میوه هایی که رنگ سرخ دارن، که آلو بالو، آلو گیلاس، توت زمینی، شاتوت، اینا منابع بسیار بسیار قوی آنتی اکسیدانت هستند که میتونن رادیکال های آزاد مهار بکنن. در عین حال چیزای دیگه مثلا چای سبز در ترکیب خود آنتی اکسیدانت های بسیار قوی داره. کاتاژن یکی از اون مواد هست که میره و در حقیقت حجرات در برابر رادیکال های آزاد محافظت میکنه و نمیگذاره که مولکول های دیگر رادیکال های آزاد مورد تهاجم قرار بدن. اینا همزمان با او حالا میایم به خاطر از اینکه مردم بفهمند که آیا این یک یا دو یا 4 نوع غذا هست. نه، یک طیف وسیع از غذاها میتونه که از امراض قلبی، از دیابت و از سرطان جلوگیری بکنه. به صورت مجموع میگن که فامیل ویتامین ها، ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E، اینا منابع بسیار بسیار قوی آنتی اکسیدانت هستند و وقتی ما از این منابع صحبت میکنیم خوب است که مردم بفهمند در کدام غذاها اینا موجود هستند. مثلا زمانی که شما از ویتامین A صحبت میکنین، آنتی اکسیدانت قوی اینمی ویتامین A خود بتا کاروتین هست و این کدام غذاها بتا کاروتین دارن؟ مثلا زردک، کرمبرگ، ماهی. البته ماهی رو باز یک لیست دیگه شامل میسازیم و خاندان کدو، اینا از جمله گروپی هستن که شامل ویتامین A دارن در ترکیب خود که آنتی اکسیدانت قوی است. بعد از این میاییم که یک سلسله مواد دیگه هستن که شامل ویتامین های E میشن که اینا هم آنتی اکسیدانت قوی هستند. و در عین حال ما شما یک نکته دیگه هم داریم، یک سلسله چربی های مفید ما داریم که اینا هم نقش آنتی اکسیدانت بازی میکنن و از اون جمله اونایی که اومگا 3 در ترکیب خود دارن. به طور مثال پیشتر شما از ماهی یاد کردین، چیزای دیگه مثل چهارمغز، بادام، اینا در عین حال روغنایی در خود دارن که اینا روغنای بسیار بسیار مفید است برای بدن اینا. پس به صورت مجموع ما یک طیف وسیع از مواد داریم که اینا آنتی اکسیدانت ها هستند که همزمان میتونن هم از امراض قلبی جلوگیری بکنن، هم از دیابت جلوگیری بکنن، هم از سرطان جلوگیری بکنن اینا. و یک نکته دیگر هم میخوایم بگویم براتون و اون است که تنها بحث غذا نیست، به همون شکل فاکتورهای بیرونی هستند که اینا باعث افزایش رادیکال های آزاد میشن. از اون جمله استرس، چیزی که امروز تمام مردم افغانستان دارن. در یک سرنوشت نامعلوم قرار داریم و هر لحظه استرس است که چی میشه آینده. پس بنان این میشه که رادیکال های آزاد از زیاد بسازه. بیخوابی یکی از عوامل است که باعث افزایش رادیکال های آزاد میشه. مواجه شدن با تشعشع، شعاع، این میتونه که باعث افزایش رادیکال های آزاد شود. پس بنان یک کسی که اگر میخواد سلامت بمانه باید که همزمان با او مواد غذایی که جزء رادیکال های آزاد، جزء آنتی اکسیدانت هستند زیاد استفاده بکنه و عواملی که رادیکال های آزاد زیاد میکنن این را بتونه جلو کنن. یعنی زندگی شاد، استفاده از ترکاری، میوه‌جات و ورزش یکی از موارد بسیار مهم هم است. فعالیت فیزیکی یا ورزش خودش میتونه که به اصطلاح در کاهش رادیکال های آزاد نقش داشته باشه و برعکس افرادی که ورزش نمیکنن، فعالیت فیزیکی ندارن، رادیکال های آزاد از اینا بیشتر میشه. و حالا شما ببینید که در شهرهایی که ما شما همین لحظه زندگی هایی که ما از افغان ها میبینیم چی میکنن؟ هر روز اخبار میشنون، اخبار مملو از استرس، معمولا ورزش نمیکنن، از خانه حتی تا دفتر خودم با موتر میرن و در عین حال مواد غذایی هم که استفاده میکنن همیشه مواد حیوانی هست، چرب است که یعنی تقریبا خودشان آمدن که خود مواجه بسازن به امراض قلبی، به سرطان و امراض دیابت. پس بنان امروز در اروپا کاملا زندگیشان با زندگی افغان ها فرق داره و از همین خاطر است اگر ما به همین روش پیش بریم در آینده شاید افغانستان از جمله کشورهای باشه که بیشترین امراض سرطان قلبی را و دیابت خود داشتیم.
و میشه در رابطه با میوه‌جات و غذاهایی که میتونه جلوگیری بکنه از بیماری های قلبی و همچنان سرطانی صحبت بکنیم. مثلا در جای من خوانده بودم که آلبالو یک منبع خیلی خوبی است به خاطر جلوگیری از سرطان ها و میوه های رنگ سرخی که شما گفتین. کدام غذاها میتونه جلوگیری کنه از بیماری های قلبی؟ خب ببینید به صورت مجموع گفتیم که حال خوب است که اگر عزیزای ما اونایی که به اینترنت دسترسی دارن فقط ما کد برشان گفتیم میتونن بنویسن که کدام غذاها منابع قوی آنتی اکسیدانت هستن، همش شناسایی بکنن. چرا که حال کد به دستشان افتاد، فهمیدن که چی میتونه که بر سلامتشون کمک بکنه. همزمان با او نکته بسیار مهمی است که در قسمت غذاها یک چیزی که برای امراض قلبی بیش از حد خطرناک هست چربی های حیوانی هست که چربی های حیوانی مثلا دنبه، مسکه، قیماق و چیزهای از این قبیل که اینا به شدت خطرناک هستند. از اینا هم کرده خطرناکتر یک چیزی هست که ما یک روغن‌های نباتی جامد داریم که دیگه اینا یک فاجعه هستند. باور بکنین من گاهی وقت که در میرم برای سودا خریدن و کسی را میبینم که روغن نباتی جامد میخره مرا وحشت میگیره به خاطر از اینکه آنقدر این یک روغن خطرناک هست. برعکس از او به هر اندازه که مثلا روغن مایع هست و نباتی هست و مایع هست، همین روغنایی که امروز خوشبختانه در تمام افغانستان معمول شده که همگی میخرن، خطر از این بسیار بسیار کم است و ناچیز هست و بسیار مفید است. و اگر کسی میخواد که بالاخره کم دیگه هم در تغییر کلسترول HDL LDL خود نقش بازی بکنه، میتونه از یک سلسله روغن های استفاده بکنه که منبع نباتی دارن و بسیار مفید هستند، مثل بادام، مثل چهارمغز و چیزهای از این قبیل دیگه که امروز مشخص شده که به عنوان روغن های مفید هستند که اینا روغن زیتون هم میتونه روغن زیتون، بله یا زیتون. و اینا چی خوبی دارن که ما دو نوع چربی در داخل خون داریم که HDL است یکی LDL است. HDL چربی خوب میگن، LDL چربی بد میگن. چرا که HDL باعث میشه که نگذاره رگ‌های قلب ما تنگ شوه، LDL او چربی هست که تلاش میکنه رگ‌های قلب ما را تنگ بکنن. پس ببینین اون چیزایی که LDL بالا میبرن اینمی روغنای جامد نباتی هست، بله. چربی های حیوانی هست. اینا اون چیزایی که HDL ما را بالا میبره چیزایی هست مثل روغنایی که مربوط پیشتر ما شما نام بردیم، روغن بادام، روغن زیتون و روغن اینا چهارمغز. بله. پس بنابراین این نکات است که با توجه به اینا میتونن که تا یک حد زیاده در جلوگیری از امراض قلبی میتونه کمک بکنه. اما یک نکته دیگر هم براتون میخوام بگم. یک چیز دیگه که حالا بسیار معمول هست چاکلت های رنگ تیره که دارن، کاکائو، کاکائو تلخ. امروز مشخص شده که بسیار بسیار نقش عمده را در جلوگیری امراض قلبی داره که برای کسایی که کاکائو خور هستن یک پیام خوب هست، ولی ایران باید در نظر داشته باشیم که یک دکتر صاحب من کاکائو تلخ هیچ خوش ندارم. خب خود عادت بتین. اما یک نکته دیگه هم هست که باز ما یکی از امراض قلبی داریم کسایی هستن که پیزویتی دارن، یعنی دفعه قلبشون ضربان قلبش بسیار زیاد میشه. پس باز برای از او افراد میتونه که مواد غذایی که رنگ سیاه داشته باشن ضربان قلبشون زیادتر بسازه. پس او افراد از این قاعده استثنا هستند که اونا نه، ولی بر دیگه افراد میتونه که یک نقش بسیار خوبی داشته باشه. تشکر دکتر صاحب، صحبتاتون خیلی مفید بود و مطمئن هستم که بیننده‌های عزیز